مشتری عزیزمون از شیراز این دستگاه رو برای بازسازی و تعمیر برامون ارسال کرده و دوستمون گیمر حرفه‌ای کالافه و اتفاقی که برای این دستگاه افتاده گفته که سر بازی به وجود اومده و من میخوام اینو از همه دوستانی که گیمر کالاف هستن بپرسم که واقعا یه بازی ارزش اینو داره که شما بخوای یه گوشی رو به این وضعیت در بیاری که حتی احتمال بازسازیش هم 50-50 باشه یا شاید هم 60-40. واقعا وضعیت این دستگاه خیلی به هم ریخته است، جوری که فرمش و تمام اجزای داخلی و LCD و حتی مادربردش در اثر این ضربه آسیب دیده. یعنی چقدر میتونه دوست عزیزمون عصبی شده باشه که گوشی رو به این صورت ضربه زده باشه. واقعا به نظرت احتمال بازسازی این دستگاه از نظر شما چند درصده؟ حتما برام کامنت کن. مرسی.